بیش از 600 سرباز و کارمند دولتی از دوره آموزش مدیریت از انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی بدخشان فارغ و سند این دوره آموزشی را به دست آوردند. فراغت این دانش آموختگان دوره مدیریت با اشتراک مسئولان رهبری انستیتوت تکنیکی کشور و اشتراک گسترده مسئولان حکومتی بدخشان، عالمان دین، مجاهدین و باشندگان این ولایت جشن گرفته شد. مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی کشور در برنامه فراغت این سربازان و کارمندان تاکید کردند که رهبری امارت اسلامی ارتقای ظرفیت، مهارت و دانش نیروهای امنیتی را در اولویت‌های کاری خود قرار داده و همین اکنون ده‌ها هزار سرباز مشغول یادگیری آموزش‌های حرفه‌ای و تکنیکی هستند. در سراسر افغانستان 39,000 مجاهد در حال فراغت هستند. یک دوره فعلا 39,000 مجاهد درس میخوانه و انشالله عنقریب فارغ خواهد شد. و زمانی که پیش امیر المؤمنین حفظه الله تعالی رفتن، چیزی که بسیار خوشحال کرد همین برنامه مجاهدین بود. از ما پرسان که چه کار میکنی؟ وقتی گفتم طرحی برای مجاهدین ساختم جناب شیخ، بسیار خوشحال شد. حتی مجلسی که با ما داشت شاید همراه هیچ کس نداشته باشد، طولانی بود زیاد. این روز نه تنها یک نطقه عطف در زندگی مجاهدین هست، بلکه آغاز مسیر نوین برای خدمت به دین و ملت و وطن نیز می باشد. سربازان و کارمندانی که از برنامه آموزش 2 ساله مدیریت فارغ شدند میگویند که این دوره آموزشی دانش، مهارت و ظرفیت آنان را بلند برده و خوان گسترش چنین برنامه‌های آموزشی هستند. در میادین جهاد مجاهدین ما یک از میدان بودند. عین شکل بعد از فتح کشور و بعد از خاتمه یافتن اشغال، مجاهدین هم در میدان دفتر و دفترداری هم یک از میدان شود. ما مدت 2 سال سپاری کردیم. الحمدلله بچه‌ها در بخش مدیریت، اداره و مدیریت سواد بسیار بلند و استعدادشون بسیار ترفیع دارند. به گفته مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی کشور، دوره آموزشی 2 ساله برای سربازان در بخش‌های تکنیکی و مسلکی با تاکید جدی رهبر امارت اسلامی ایجاد شده و با برنامه‌ریزی و توجه جدی از سوی حکومت ادامه می‌یابد.